گیاه برگ انجیری یکی از گیاهان آپارتمانی محبوب با برگ‌های پهن و زیباست که به دلیل شکل خاص برگ‌هایش به آن برگ پهن نیز می‌گویند. این گیاه به نور غیرمستقیم خورشید نیاز دارد و بهتر است در محیطی با رطوبت بالا نگهداری شود. برگ‌های پهن آن به مرور زمان بزرگتر می‌شوند و ممکن است شکاف‌های طبیعی در آنها ایجاد شود که این موضوع کاملاً طبیعی است. بیشه‌های هوایی برگ انجیری نقش مهمی در جذب رطوبت و مواد مغذی دارند. اگر این ریشه‌ها بلند شدند، می توانید آنها را به آرامی به خاک هدایت کنید یا اجازه دهید در هوا باقی بمانند. برای رشد بهتر گیاه، از کودهای مایع رقیق شده حاوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم هر 2 هفته یک بار در فصل رشد، بهار و تابستان استفاده کنید. آبیاری گیاه باید زمانی انجام شود که سطح خاک خشک شده باشد، اما از غرقاب کردن خاک خودداری کنید. برای افزایش رطوبت می توانید هر چند روز یک بار برگها را با آب بدون املاح غبارپاشی کنید. در فصل زمستان آبیاری. و کوددهی را کاهش دهید تا گیاه به استراحت برسد. برای جلوگیری از آفت زدگی گیاه برگ انجیری، آن را در محیطی با تهویه مناسب و نور غیر مستقیم قرار دهید و برگها را به طور منظم با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.